امروز در قبرستان تو را دیده نتونستم و میفهمم که در اونجا زیاد گپا شد. ما به خاطر مادرت زیاد متاسف هستم. زندگی سرت باشه. خداوند از شما راضی باشه. بفرمایید. ببین من کل چیزا فراموش کردم. خواهش میکنم تو هم فراموش کن. و اگه مادر تو بود عمیمان بود. یعنی هر قدر که انکار کنیم بازم در بین ما رابطه خونی وجود داره. شرکت صاف‌سودا داروهای را پیشنهاد می‌کند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گایمریک، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید با مانند پسریاز، سفیدشوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای صاف‌سودا به شما کمک می‌رسانند. غیر از این اگر شما مشکلات اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت صاف‌سودا مراجعه نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، بخوبت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسولا و روغنی که به سطح درد دوا دارد پیشنهاد می‌نماید. برای فربه یا خراب شدن داروهای BCA، پروتئین و گیمرهای صاف‌سودا عین مدعای. برده رساندن به همه شهرهای روسیه در مدت 3-5 ساعت. رقم‌ها برای تماس در روی اکران. صفحه ما در تیک توک صاف‌سودا.tjk. اگر از نام نورانگیز فیلم مراجعه نمایید به شما تخفیف کرده می‌شود. وایره هیچ کس تغییر داده نمیتونه. حتی پدرم هم. ازت خواهش میکنم مرا ببخش. جنرال صاحب، وقتی که درباره مرگ خانم رعنا تحقیق میکردم یک گزارش به دستم آمد. گزارش چی؟ گزارش تقلبی شفاخانه. امکان داره قاتل خانم رعنا جنرال قدرت باشه. شاید به ایلیف هم ضرر برسانه. آدرس یک نفر به نام شکور یلماز به دست ما رسید. یک قاتل حرفه‌ای است. امروز هم او را در قبرستان دیدم. کوشش کردم دستگیرش کنم اما فرار کرد. بردامم گفتم که هر دقیقه ایلیف تعقیب کنه. حالا فهمیدی که من چرا ازت خواستم که ای بازی عروسی را ادامه بدی؟ قسم از هر قدم که قدرت میمونه با خبر میباشیم. شما راست میگین جنرال صاحب، فهمیدم. اول باید یک بار گزارشات اصلی شفاخانه را ببینیم. بعداً ببینیم که قدرت چقدر مقصر است. توسط اصلی که خانم رعنا به قتل رسیده، ببینیم که از قدرت سیانه امرا ایلیف هم باید کمک کنیم. درباره شکور یلماز هم تحقیق میکنیم. درست است جنرال صاحب. تو اینجا چی میکنی؟ دوسیه مریضه میدیدم. این مریض مربوط ما میشه. تو برو متوجه مریضای دیگه باش. ما قسم دختره برویه ندیدیم. او اول تا که تانست به هر کدام ما بدی کرد و باز آمده به ما تسلیت میگه و خودنمایی میکنه. تسلیت گفتن فقط یک بهانه است. واضح است که اینا به خاطر کدام گپ دیگه اینجا آمدن. باید اونا را از خانه بیرون کنیم. نه خیر ساحلا، قسم نمیشه. اونا حال مهمان ما هستن. به خاطر مادرم باید اونا را تحمل کنیم. راستش من تحمل کردن نمیتونم. خوب میشه که من از آشپزخانه بیرون نشم. بسیار خانه خوب بر خود پیدا کردن. تشویش نکن. بزودی تمامی چیزها را از دست خواهد دادن. تباه و برباد میشن.
یعنی باید از لحظه زندگی خود لذت ببرم. نشرات روزنامه شما را هر روز تعقیب میکنم. یعنی فقط به خاطر یک خبر دختر چادرپوش اگر نشرات شما توقف پیدا کنه هیچ خوب نمیشه، اما تو نیست؟ آها. البته بسیار زیاد تشکر، بسیار زیاد تشکر. دخترم بفرمایین آقا. میخوایم تمام روزنامه را فردا در سر میز ببینم. درست است آقا. میبینم که کیها فردا از کار خود دستخط کشیدن. جنرال صاحب، شما متوجه هستین که چی میگین؟ برام گفتم که قصداً مریض خود از بین ببرم. تو گفتی که عملیاتش بسیار خطرناک است دکتر. گفتی چانس زنده ماندنش بسیار کم است و حتی گفتی که از زنده ماندنش که در خطر مرگش بیشتر است. آی خدایا، ما چی کردم؟ از این جنجال چطور نجات پیدا خود کردم؟ فعلا و گزارش نقلی از شفاخانه با جنرال صبری روان شد. خوب است، عالی است. تمام بدبختی های ما از دست رنا بدون تمام کارایم خوب پیش میره. زنده باشین. آقا قدرت ایراقا سنجر برتان روان کردند. بسیار تشکر. در زندگی کم اجتماعی شدم، حتی با من نامه نوشته کردم. دخترم بگوی نمیال محترم آماده کنن. درست است آقا. خوش آمدین آقا دینیز. خوش باشی. در خانه کی است؟ فقط خانم ژالا و خانم ایجه هستن. جنرال قدرت کجاست؟ جنرال قدرت چند لحظه پیش بیرون رفتن. بسیار خوب. شما چیزی گفتین؟ نه خیر، چیزی نگفتم. درست است، شما به کارتان برسین. زنده باشین. میبینم که چیز را پیدا کردم. میتونم یعنی بله بیادر، کدام چیز پیدا تونستی؟ نه اردام، حال خانه آمدم. میبینم که چی میتونم. تو چی کردی؟ پیدا کردی چیزی؟ نه خیر. فقط سنم و مادرت اینجا آمدن. چی؟ اونا در اونجا چی کار دارن؟ درست است، خط میکنم ما میایم. مطمئن هستم که بسیار خوشمزه است، اما من خوردن نمیدونم. خودت خود میفهمی باید بسیار متوجه باشم. اگر نه خدای ناخواسته وزنم زیاد خواهد شد. بازم بسیار زیاد تشکر. بله. الیف تو خوب هستی؟ چی شده؟ مادرمشان اونجا هستن؟ بله، همراه سنم اینجا آمدن. کی است؟ دنیز است. باید که همراهش گپ بزنم. بله دنیز جان. گوش کو، همیال یک بهانه کده از اونجا بیرون شوین. ما ماله به خاطر تسلیت گفتن اینجا آمدیم. سنم گپه نمیفهمی، گفتم همیال همراه مادرم از اونجا بیرون شوین. من نمیفهمم که چی وقت خاطر رفتیم، چون نو آمدیم. یک چند دقیقه میشینم بعدن میرم. سنم لطفاً به الیف چیزی نگویی. من باز به یک وقت مناسب براش میگم که عروسی کردی. این کارا نمیکنی، فهمیدی؟ یعنی ما میخوایم که در بین ما هیچ چیز پنهان نمانه جانم. تلفن به الیف بده. بله دنیز، صدایت نمیه. قطع شد. بله
اینجا میایم؟ ها در آب بود. مگبر تا تشناب میرم. برو او طرف است. ما دیگه به اجازهتون میریم دخترم. بازم زندگی سرتان باشه. خداوند از شما راضی باشه. زنده باشی. زندگی زحمت هایتان رو ببخشید. بسیار زیاد تشکر. زندگی سرتان باشه. جواب بده الیف، خواهش میکنم جواب بده لطفاً. دروازه را باز کن. جنرال صاحب، چی میخوایی جنرال؟ اعتبار سابق خدا پس میخوایم، بعداً باز در خدمتتون هستم. ما چطور سر تو اعتبار کنم؟ دید کنم جنرال صاحب، اگر من میخواستم که واضح بسازم که الیف دختر خانم رعنا است، بازو گزارش به شما نه بلکه به روزنامه ها روان میکنم جنرال صاحب. فقط خواستم به یاد بیارین. وای 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 وای. مریض آماده کن. 1 ساعت بعد او را به شفاخانه دیگه انتقال میده. چرا؟ زیاد سوال نکن، چیزی که گفتم همون کار انجام درست است دکتر صاحب. خب شما هم چله او را دیدین؟ ای چی وقت عروسی کردن؟ الیف بی قهوه جوش آمد. هنوز گرمم خونه شده، چرا دروغ میگی؟ دخترها میتونم که امرایتان کمک کنم؟ نه خیر، خودمو آماده میکنیم، تو بهتر است داخل بشینی. ظرفات یا تا سن من اینا را میشویم. گفتم که نه خیر، لازم نیست. پس یک چند کلمه گپ میزنیم. ما به شما درباره شوهرم میگم. ما رو به شوهر تو چی احمق؟ تو چی وقت عروسی کردی؟ تقریبا 1 هفته میشه. الیف قهوه جوش آمد. یعنی ما نو عروسی کردیم. نشنیدی چی گفتم؟ برو تا داخل پیشی. راستی تو خود شوهر من میشناسی اما تو نیست؟ الیف قهوه را آماده نکردی؟ حتی 1 مدت در دانشگاه تدریس هم میکرد. دخترا با من 1 سطل بتین. آب تشناب قطع شده، من از چه آب میارم. چی شده؟ دختر مو سطل برم بته. توبه توبه، حال همه جای بوی خواد گرفت. بته دیگه. بته گفتم تاره چی شده؟ از دست شما. توبه. بیا چند دقیقه در هوای تازه بریم. بیا اینجا بشی. سنم چی شده؟ تو خوب هستی؟ نه خیر خوب نیستم. میخوایم خانه برم. سنم دفتن چی شد؟ چی کردین امروش؟ ما هیچ چیزی نکردیم، خودش دفتن ما قسم شد. ایره چی بلا زده؟ ایره اسمان در کجا بند مانده؟ چوره قسم طرفم زل دارین، برین بالا پاشو ما بیارین، میخوایم خانه برم. درست است من میارم.
نخیر. سنم تو را چی شده؟ یک چیز بگو. ایلیف دخترم این رسمان کدام جای بند مونده؟ همراه روشنی لایتر چیزی معلوم نمیشه. یک گروه بیار. سنم به هوش بیا. سنم به هوش بیا. سنم چی شده؟ آب بیارین. دینیز کمک کن. بلندش چی کنین. شده؟ بلندش کنین. ببریمش پیش دکتر. با طفلش کدام مشکل پیش نیایه. اینا رو هم بگیرین خانم شنایی. وای بیا از او گناه شما نیست. گناه من است که از شما چیزی خواستم. ایره چی شد دیگه؟ هر روز بیهوش میشه. توبه. کدام چیز را پنهان میکنه؟ چی؟ دنیز چیز را پنهان میکنه. نه خیری لیف تو اما تو فکر میکنی. شماش فهمیدم کدام گپه است. شما در خانه ایلیفشان چی میکردین؟ چرا اونجا رفته بودین مادر؟ تو چرا هنوز ایگه پاپا ایلیف نگفتی که روسی کدی؟ ایام تشویش میکنه. این مستحق تمامی چیزاست. چرا قسم میگی بچه؟ ایده بدن خود طفل تو رو پرورش میده. مادر شما بعضی چیزها را نمیفهمید. چی را نمیفهمم؟ بگو که بفهمم. من نمیخواستم که او بمره. نمیخواستم. نخیر. سنم جان آرام باش. درست از همه چیز تمام شد. نخیر. مرا چی شده؟ هولیای چی چطیات گفتم میری؟ میخوایم خانه برو. نه خیر، اول باید به شفاخانه بریم. نه خیر، مرا خانه ببرید. بیبی سنم اول به شفاخانه میریم، باید معاینه شوی. بعداً باز تو را به خانه میرسانیم. به خودم پیش ایلیف میرم. فهمیدی؟ بیشتر از این اعصاب من خراب نساز و چوب باش. وقتتان بخیر. دکتر صاحب است؟ بفرمایید چی کمک کدام میتونم؟ دکتر صاحب دختر جنرال قدرت کمی مریض است. میشه او رو معاینه کنین لطفاً؟ البته. شما به اتاق عاجل برین، من میایم. درست است. شما مریض به امبولانس ببرین. بگین که حرکت کن. درست است. بله. اردام چی شده؟ از او آدم خبر شد؟ نه خیر بیادر، اما بچه ها تحقیق میکنن، امکان داره به زودی دستگیر شود. من اینجا هستم، تو تشویش نکن. تو هنوز نخوابیدی؟ شما هم اینجا بیاین. اینا چی هستن؟ از شفاخانه گرفتم. تمامش لوازم مادرم است. من هیچ وقت فکر نکرده بودم که پشتش دق میشم. ده اواخر زیاد امرایش عادت کرده بودم. ده قدر وقت کم رابطه ما بسیار خوب شده بود.
دینیز کجا میری؟ بیبی حداقل امشب خونه رو همراهیم باش، برات ضرورت دارم. اینقدر خدا پیش ملعودن اساس، کم غرور داشته باش. بس از دیگه، بس از سنم چی میکنی؟ تحمل کنه نمیتونم. بس از دیگه نمیتونم. سنم با اوش بیا دخترم. سنم قدرت سری دختر حمله روانی آمده. خودش دفعتن خود به زمین انداخت جنرال صاحب. گوش کنین، تمام میزا را در یک کنج اولی بانن. فردا صبح ما میاییم و اونا را میگیریم. درست است؟ همگی به خاطر یک کار خاص آمادگی میگیرن. تو چرا بیکار شیشتی؟ بخی از یک کار را انجام بده. شما کارتو نکنین. ما یک وظیفه خاص دارم. کدام موضوع مهم نیست دکتر صاحب. سرش یک عمله کوچک آمده. این یک گپ نرمال است. همه خود از دست داده. در این وقتا نباید زیاد جگرخون شود. شما هم زیاد سرش فشار نیارین. البته. تشکر که در این وقت شب آمدین دکتر صاحب. قابلش نیست. ما شما را امرایی میکنم. تشکر. دینیز مرا تنها نمود لطفاً. بله الیف. به تشویش شدم. سنم چطور است؟ در خانم سرش حمله آمد. پس این قصه ما آمد زمین خاطر رو را تنها نماندم. فهمیدم. اگه تو میخوایی میایم. نه خیر ضرور نیست. بیازه دخترها همینجا هستن. بسیار خوب است. تو هیچ تشویش نکو. درست است؟ درست است. شبت بخیر. آفرین به تو. امشب نقشه را بازی که دیگه هیچ کس بازی کرده نمیتونه. اما نقشه شخص غلط بازی میکنی زندگی. ای بازی را باید همراه او دختر الیف انجام بدی. تنها به این قسم میتونی دنیزه به دست بیاری. از عقلت کار بگی.
سلام علیکم مادر. دخترم الینا دخترم تلفن جواب بده. آمدم پدر جان. بله بله در خانه است. صداش میکنم. پدر جان به شما زنگ است. بله. علیکم السلام عبدالله جان. بله همونطور است. مامم یالا در روزنامه خوندم. البته به خاطر کمک همراه خواهرایمو به دانشگاه مرکزی میایم. تشکر که برام خبر دادی. گرچه تو همیشه سر گپایت ساعت نمی باشی اما اگه اونجا آمدی باز میبینمت. با امید دیدار. آی جانم وقتی که در بین خانه عروسی کنی باز همه قسم میشه. توبه تو هم دیگه هیچ چیز نمیفهمی. بیبی نظر من است که یک محفل کوچک میگیریم، تمام دوستای ما رو جمع میکنیم، یک کیک کوچک ها میگیریم. یادی نیست نباید بفهمه که این کارا رو ما تنظیم کردیم. از او خاطر به تو گفتم. جانم میفهمی که قسم چیزا رو اصلا خوش نداره. از او خاطر ما یک جای بسیار خوبه دیدیم. او دکانه که در مقابل دانشگاه ماست، اونجا ای کارا میکنیم. بیادر تو متوجه الیف باش. من حال به او آدرس میرم که تو برام دادی. درست است بیادر. تو برو، مام دیگه بچه رو روان میکنم. اونا با تعقیبت میآید نیست. اگه او آدم ده اونجا پیدا کنم میبار از دست نمیتومش. هر کسی که بخوای به الیف ضرر برسانه با ما مقابل خود شد. کاش که الیف هم از این فداکاریات خبر میبود بیادر. همه که الیف من خوب باشه و اگه کدام مشکل نباشه دیگه هیچ چیزی نمیخوایم. حالا اگه کدام خبر شد برام زنگ بزن. درست است؟ فلیس این دختر کجاست؟ بدنی زنگ بزنیم؟ به نظرم کمی دیگه منتظر باشیم سهیلا. نباید دوره به تشویش بسازیم. الیف؟ الیف تو کجا بودی؟ تو را چی شده الیف؟ پیش مادرم رفته بودم. نخواستم شبه به تنهایی سپری کنم. تا صبح بالای قبرش قرآن شریف خواندم. آرام باش الیف، آرام باش. تو برو لباسایت تبدیل کن. ما میریم چای آماده میکنیم. شاید خنک خورده باشی. برو. ما هم کاکا یالمازه بیدار میکنم. او صبح وقت از خانه بیرون شد. گفت که به مرکز پلیس میرم. به خاطر هولیا هموت نیست؟ بله 2 روز میشه که لادرک است. امکان داره همراه کدام بچه فرار کرده باشه؟ سهیلا ناق گردن تا بسته نکو. چای آماده است الیف. الیف اتحادیه اروپا همراه چادرپوشا کمک کرد. همچنان در مورد مسئولین چادرپوش در محکمه تصمیم مثبت گرفته شد. شکایت مسئولین چادرپوش در محکمه اتحادیه اروپا بازرسی شده. اونام تصمیم گرفتن که دانشگاه مرکزی استانبول حقوق بشر را زیر پا میکنن.
های ایالت طبیبی، درباره حادثه دیروز قبرستان هیچ خبری نشر نکردن. معلوم است دیگه انسانایی که بیشتر به پول ارزش میتن همه قسم میشن. اونا میترسن که علیه یک شخص قوی خبر بسازن. به هر صورت خدا کنه که امروز داخل دانشگاه رفته بتانیم. فردا شب درباره طفل بعدی نیز میگم. الینا دخترم، شما میخواین که همراه خواهر ما کمک کنین؟ ما اومده میتونم. ما میخوایم همراه پدرم و با او خواهره که دقیقشان بینصافی شده یک جای باشم. بسیار خوب، به دخترم همی کار میزیبه. پس بیا بریم که وقت میشه. خداوند لعنتش کنه. لعنتی، حتما پیدایت میکنم. بیاین خوش بیاین که براتان نشان بدم که یک نان چند فطیر است. چی وقت به هوش آمد؟ 1 ساعت میشه. اول به شما خبر دادم. شفا باشه. ما دکتر شما انور هستم. فعلا در شفاخانه هستی. بسیار یک عملیات خطرناک پشت سر گذشتانده. چیزی از گذشته به یاد دارین؟ چی؟ گفتی اونجا کسی نبود؟ نبود اردام، هیچ کسی نبود. خانه خالی بود. شما چی کردین؟ دنیز، ما هرگز خائنین و چادرپوشا را در دانشگاه خود نمیخواهیم. چادرپوشا از دانشگاه ما بیرون شوین. ما شما را نمیخواهیم. بله اردام، چی گپ شده اونجا؟ دنیز، بعداً برای زنگ میزنم. بله اردام، چی شده؟ گپ بزن. اردام بیادر، چی شده؟ شما کی هستید؟ با کدام حقیقت پاره میگید؟ حق درس خواندن هیچ کس از ما گرفتن نمیتونه. چپ نشو خواهر جان، من همراه هستم. درس خواندن حق ماست. هیچ کس این حق از ما گرفتن نمیتونه. درس خواندن حق ماست. ما باید درس بخونیم. نباید معلوم شود که کی این کار کرده. قتل باید مخفیانه انجام شود. هیچ ثبوت از خود به جا نماند. درست است.
لعنتت، خدا لعنتت کنه. خدایا اونا به الیف ضرر میرسونن. ده او بیرو بار به الیف ضرر میرسونن. جواب بده، خواهش میکنم موبایلت جواب بده. اردام موبایلت جواب بده. نمیشنوه. درس خواندن حق ماست، ما باید درس بخونیم. 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 درس خواندن حق ماست. چی میکنی؟ پاشو بیادر، پاشو درس خواندن حق ماست. هیچ کسی این حق از ما گرفتن نمیکنه. خواهرای لطفا صبر کنین. الینا بیا دخترم. از امو وقت که ما بجای امر خداوندی قانونه
امپریالیسم و دموکراسی را انتخاب کردیم از اون وقت در ایالت هستیم و حالا شاهد چنین وضعیت هستیم. در این کشور با شمول دخترم بسیاری از خواهرای دیگه هم به خاطر پوشیدن چادر مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، اما ما با این کارا پایان میبخشیم و ما از حق خواهرای چادرپوش و اولادای عزیزی کشور تا آخرین قطره خون خود حفاظت میکنیم. آرنا موانع که سر رای ما به از بین میبرمش. من امرای شما وعده میکنم یک نظام را به وجود میارم که فقط قوانین و اوامر خداوندی در او عملی خواهد شد. حالا شاید پیش شما سوال خلق شده باشه که ما کی هستم. من میگم که کی هستم. ما عثمانی هستم. من نواسه اجداد خود هستم. ما کسی هستم که در وقت ضرورت شخص انقلابی، شخص شریعتی، عدالت خواه و حتی مثل دیگر مجاهدین واقعی آماده خدمت وطنم هستم. من خواهی چیزی را نفهمیدم. این میخواه چی بود؟ ما هم چیزی را نفهمیدم. میخوای از ما محافظت کنه؟ فقط چک چک تکو. واضح از کال بعض از افراد میخواهند در مقابل ما استاد شده و کوشش میکنن که مانع ما شود. از همینجا سر اونا صدا میکنم که خواب زمستانیتان به پایان رسیده. پس شما مطمئن باشین کال نور اسلام به همه جا پخش شده و همگی به نور ایمان باید منور باشن دوستا. و اشخاصی که کوشش میکنن و با این فکر هستن که ما را با تهدیدهای خود از ایران منصرف بسازن باید یک گپ بفهمن که وقت ما به ایران قدم مانده مگه با ما منصرف نمیشه. کارایتان چطور پیش میره؟ عالی است. یک محفل خاص خواد بود جانه. کیک فرمایش دادین؟ بله، در سرشم نوشته کردیم که در تمام عمر با هم خوش باشیم. جدی میگی؟ تو واقعا عالی هستی. گوش کن، حالا بعد نیزام زنگ بزن که اینجا بیایم. دخترم حالا از دانشگاه اینجا خط آمدن. درست است. اینا را بیبی. صبر کن سنگ نزن. بازم همراهی او دختر احمق است. هیچ باور کردن نمیتونم. اما این کار ما بسیار خوب است. فهمیدی دختر جان؟ با او دختر نشان میدیم که فریب دادن شوهر مردم یعنی چی. به هر حال من میرم، پس زود میایم. درست است؟ متوجه؟ درست است. حال بندتان باز میکنم. او قسم راحت خود شده. حال درست شد. دینیز؟ تو ده اینجا چی میگونی؟ خیرت است؟ در دانشگاه حادثه شده بود، از او خاطر آمدیم. بله، ما به خاطر درس آمده بودم اما میفهمی دیگه داخل رفتن نتونستم. حالا که آمدیم بیا که یک چای بنوشیم. بحث خارج افت جدید ما همگی دارن طرف بزنه.
فردا جان تو چی کردی عزیزم؟ آرزو میکنم در تمام عمر با هم خوش باشین، دوست خوبم. کیکم آماده کردی، بسیار زیاد تشکر. دنیز ببین چقدر کیک مقبول جور کرده. الیف صبر کو. الیف صبر کو. الیف به خاطر نجات دادن تو این کار کردم، ازم خاطر با اون نکاح کردم. خب حالا من چی کنم؟ میخوای ازت تشکر کنم؟ میخوای احسانمند کارهای تو باشم عروسی شما را قبول کسی از کنم؟ تو ایره نخواسته الیف. پس از من چی میخوایی؟ الیف بیبی به خاطر نجات دادن تو این کار کردم، دیگه کدام نیت نداشتم. تو مرا نجات ندادی دنیز، ده اصل تو مرا از بین بردی. الیف با ما کمی وقت بده لطفا. بیبی همراهت وعده میکنم همه چیز خوب میسازم. دنیز تو درباره چی گپ میزنی ها؟ تو را غرض نیست. الیف خانم من تو هستی و امضایی که کردم هیچ ارزش نداره. دنیز تو چی میگی؟ خانه تو کجاست؟ همراهی کی میباشی؟ خب زندگی تا میخوایی با کدام ما ترجیح بدی؟ الیف لطفا. نصف لوازمت پیش ما و نصف دیگه‌شان پیش سنم میباشه. هر صبح کدام ما را بیدار میکنی؟ الیف بس است دیگه لطفا. تو حتی تحمل شنیدنشم نداری؟ خب من چطور با این حالت زندگی خود کردم؟ فردا به محکمه میرم و از تو طلاق میگیرم، فهمیدی؟ چی؟ حالا اگه کمیم درباره غرور و عزت من فکر میکنی تو هم باید از زندگیم بیرون شوی، به خاطر که من تو را از زندگی و قلب خود بیرون کرده. شما درباره چی گپ میزنی؟ شما خود جدا شده بودین، شما خود طلاق گرفته بودین. تمام او گپا دروغ بود. جواب بده. جواب بده. تو میخوای کجا فرار کنی؟ باید حسابایی کارایت بپردازی. حساب چی را از من میپرسی ها؟ زندگی ما تباه ساختی، هم بگیره بگه پای خود قانع ساختی، حتی مرا. من از خودم میشرمم، از دست تو به طرف کسی دیدن نمیتونم. دیگه خلاص شد، دروغ گفتن نمیتونی، هیچ کس فریب دادن نمیتونی، به هیچ کسی هم ضرر نمیتونی برسونی، فهمیدی؟ دینیز، من هر کاری که کردیم به خاطر تو کده، به خاطر که تو را از دست ندم این کارا را کردم. چرا من هیچ دوست نداشتی دینیز؟ چرا؟ او دختر دهاتی تو چی داره که من نداره؟ برم بگو. خواهش میکنم یک کار کن، یادم مرا اذیت میکنم. الیف تو را چی شده؟ خوب هستی؟ مرا نجات بده، مرا از اینجا ببر، خواهش میکنم. فرار کردن از خانه خود ساده است. از پیش من چه قسم فرار میکنی؟ هر چیزی که مربوطی تو میشه او را نگاه کردی، جنگای تا، عشقای چشمای تا، تمامش ایره به من داده بودی و گفته بودی به من شوکت بده. یگانه مشوقی من تو هستی و تا ابد هم همه قسم خواب من.
دینیز کم آهسته برو. دینیز آهسته برو، کم از که ما رو بکشی. دینیز آهسته برو. به خاطر او حادثه‌ای که دنیز انجام داد تقدیر او را مجبور ساخت که با سنم باشد. به خاطر که احتمال مادر شدن سنم بسیار کم شده بود. الیف حتی در سالن محکمه تنها بود. دنیز حتی به محکمه رفتن نتانست به خاطر که او دیگر روی نداشت در مقابل الیف بیاید. وکالتاً از الیف طلاق گرفت و بعد از او هیچ همدیگر را ندیدند. الیفی که زندگیش تباه شده بود با تمام انرژی متوجه طفل خود بود. هرچند مشکلات زیادی را دید. همراه او مادر، پدر و شوهرش نبودند، اما 6 ماه بعد وقتش رسیده بود که طفلش به دنیا بیارد. شش ماه بعد تو خوب هستی؟ چی شده؟ فکر کنم درد داری. همونطور نیست؟ چیز مهمه نیست، خوب میشم. الیف فکر میکنم باید شفاخانه بریم. من خود زیاد برات گفته بودم که در خانه باش. حتما تمام اینا به خاطر تشویش است. نه خیر، ما به خاطر چیز تشویش نمیکنم. حالا خوب میشم، چیز مهمه نیست. خدا کنه محکمه بخیر خلاص شوه. همین که از کاکای ابراهیم خبر خوش گرفتیم باز مستقیم به شفاخانه میریم. درست است، انشالله. ها کوکو نجاتی میایه. خدایا خودت کمک ما کن. چی شد؟ پدرم آزاد میشه؟ لطفاً یک چیز بگویید. گناهکار شناخته شد؟ کاکا نجاتی محکوم به اعدام شد. فکر کنم بیرون از یاد خوش داری. تشویش نکو، امروز بیرون میشی. مرا پیش دخترم میبری؟ ها میبرمت. حتما پیش دخترت میبرمت. دختره اونا باید برم بگن که گناه پدرم چی هست. او چی کده که میخواین ادامش کنن؟ قتل کده، به وطن خود خیانت کده، چی کده؟ سریع تصمیم اعتراض میکنیم. همونطور نیست؟ البته که اعتراض میکنیم. اگه ضرورت شود به محکمه حقوق بشر پیشنهاد میکنیم. هر کاری که لازم باشه انجام میدیم. الیف خدایا خودت کن. onlar yanlış sende. الیف دخترم نزدیک نشو، از محکوم دور باش. بس شو لطفاً خانم، لطفاً مزاحمت نکن. تشویش نکن. لطفاً خانم. بدن درباره طفل آیندهت فکر کن. تو یک انسان قوی هستی. حداقل یک بار اجازه بده نور داغ خوش بگیرم. Utanacak gün değil. شما چه قسم انسانا هستین؟ حالت این دختره نمیبینین؟ Gözlerini al yerden. شما چرا قسم میکنین؟ بدن Bugünlerde geçecek. Bu zulüm de bitecek. Güzel günler gelecek. Gözlerini al yerden.
مادر ایلی مادر جان günler geçecek, bu zulümde bitecek, güzel günler gelecek, gözlerini al yerden. من شما را زیاد دوست دارم. هم دوست دارم دخترم. Elif gibi dimdik tut, İsyanına zincir vur. Bu günlerde geçecek, Elif canım çi şده؟ مرا چی شد؟ آرام باش. Gözlerini al ایلی جان تحمل کن. آرام باش. مرا چی شد؟ جانم آرام باش دیگه. Bu zulümde bitecek, güzel günler gelecek, gözlerini al yerden. حالا خوش هستی ها؟ با این کار خود افتخار میکنی بچه؟ ما در حداقل شما سرم فشار نیارین. من خواستم اردوی ما را از بین ببرم. آه بچه احمق من. آله کار خوب شد. حالا دیگه تمام عمر سنمم روی تو می باشه. حالا اگه بخوایم هیچ وقت از اون نجات پیدا کنه نمیتونی. اگه امروین باشم قلبم از لیف می باشه. فهمیدین؟ هنوزم لیف میگی، هنوزم ناموره میگیری. تو متوجه مشکلات خود باش آقدی نیست. سنم عملیات بزرگ را سپری کرد. با جز از طریق حلقه مصنوی دیگه به هیچ نوع صاحب اولاد شده نمیتونه. هر دوی ما به یک شرایط هستیم. او از ما عشقم گرفت و ما هم حق مادر شدن میشه. حالا دیگه کدام داد و گرفت امروش ندارم. همه چیز خلاص شد. کمک ما کنه کمک کنه سهلا یک کارو کنین دکتر را بخواین چی گپسیره چی شده؟ به نظرم وقت ولادتش نزدیکه. زود شاین ورش چرا بیارین عجله کنین. کمک کنین. درست آرام باش. نفس عمیق آی بکش جانم. سهلا لطفاً کمکم کنین. بشی. درست است جانم کمانده آرام باش. پیش دخترم میریم. پیش دخترت میریم. مریض روانی هست. خب بیچاره را خدا شفا بده. آرام باش لیف جان آرام باش. کمانده بخیر خوب میشی. تو لفت پر است. باید منتظر باشه. تو خوب هستی جانم؟ زنده باشی دخترم. او رفتاره که شما در دانشگاه با پیش گرفتین بسیار خوب است. اتحادیه اروپا هرچی میگن بگوین بانن که به کار خود برسن و ها مجبور نیست مرگپ اونا را قبول کنیم. شما اما قسم رفتارتان ادامه بدین. بله ما بسیار یک نقشه عالی جور کردیم. اگه او چادر پوشا بخواین به داخل پنتون بیاین باز از آمدنشان پشیمان خود شدن. نقشه ما بسیار به شکل عالی به پیش میره. اما او شخصی که نامش سفیان است هر بار موفق میشه در کار ما مداخله کنه. بیبی نام او آدم بازم در روزنامه ذکر شده. این شخص کی است؟ چطور میتونه قدر با جرأت عمل کنه؟ قدرت کلگی درباره همین شخص گپ میزنن. اشخاصی که این قسم فکر دارن یک روز درخشان میشن اما بعداً گم میشن. در مقابل ما هیچ کس نمیتونه که استاد شود. تشویش نکن. حالا اشیای خوب. تشکر به تو. تحمل کردن نمیتونم یک کار کنیم. دخترا من از اینا بالا میشم. بیازو از لفت زیاد میترسم. درست است. فعلی زیاد درد دارم.
آرام باش جانم، حال لفت میایم. آرام باش، کم مانده جانم، تحمل کن. بخیر خوب میشی لیف جان. بسیار درد دارم فیلیس. این لفت آمد. داخل بیا. آقا صبری آمدن آقا. داخل با خواهش. تشکر میکنم. جنرال صبری. جنرال قدرت. بفرما. زنده باشی. خیریت است. چطور شد که یاد از غریبا کردین؟ درباره پیشنهاده که به ما کده بودی فکر کردم. آمدیم که دو بار امرایت گپ بزنم. بیبی ای دوستم است، تو را پیش دخترت میبره، درست است؟ مرا پیش دخترم میبره؟ آها، پیش دخترت میبره. حالا بیا. بیا. آفرین خانم رنا. ای خو کدام کس کوی نداره، باز کدام جنجال بند نمانه. تو تشویش نکن، هیچ کس نداره. پول مرا بده. درست است. با دکتر بگو که کار خود خلاص کنه. مریضه به اتاق ببرین، شما خانوادیش هستین؟ نه خیر، ما دوستاش هستیم. اول مریضه را جستر کنین، بعدن در بخش مالی پولش تحویل کنین. درست است. زود دکتر را بخواین. کدام مشکل پیش آمده؟ آن دکتر میآید. نه ترس، آرام باش. آرام باش. ایلی شما اینجا چی میکنین؟ بیرون شوین. پس شوین. میره چی کده؟ خونریزی پیدا کنه. دکترها بیرون شوین لطفا، خواهش میکنم بیرون شوین. بالا پوش شبه کشین. آرام باش. بیا. دینیز جان، تبریک باشه بچیم. ما را زیاد خوش ساختین. چی شده مادر؟ سنم حامل است. باور کردن نمیتونم. القای مصنوعی و قسم چیزی نیست که شما فکر میکنین مادر. بچیم، شاید سنم به طور طبیعی حامله شده باشه و امروز خبر خوش به دست خاط آوردین. بچیم، طفل به خانه آرامش میاره، خوشی میاره و ها طفل میتونه خانم و شوهر با هم نزدیک بسازه. مادر، من مجبور شدم امروز سنم عروسی کنم. به خاطر که حمل گرفتن نمیتونست به القای مصنوعی هم راضی شدم. دیگه چی کنم؟ به ما به جز الیف دیگه هیچ چیزی مهم نیست. هر چیزی که تقدیرم باشه همون قسم میشه. جانم، یک دانیم. تو صاحب یک اولاد خوب خواد شدی و وقتی که او را در آغوش بگیری تمام گپای گذشته را فراموش خواد کردی و امرای او کاملا یک زندگی جدید آغاز خواد کردی.
فکر نکرده بودم جواب او پیشنهاده که به تو داده بودم 6 ماه بعد به دست بیارم. درباره موضوعات مملکت نباید به عجله تصمیم بگیریم. ما آماده هستم به خاطر پیشرفت کشورم تمام زندگی خود فدا کنم، اما هیچ نیت ندارم که کارم را تو یک جا انجام بدم. اشتباه نکن جنرال صبری، بیا که با هم یک جای کشور به جایگاه اصلیش سوق بده. اصل اشتباهی است که تو آره یک انسان درباره خوبی کشور فکر میکنه جنرال قدرت. میفهمی در این کشور بدون خواست ما هیچ کس هیچ کار کده نمیتونه جنرال صبری. تو و اشخاص همراهت همیشه همه قسم فکر میکنین جنرال، اما صدها سال میشه که چند سر نتونستم ملتی کشور تحت تسلط خود قرار بده. تو همیشه امرای امی خیالات ناحق زندگی ده با پیش میبری. در جنگ چناقله وقتی که جنگ بسیار به شدت ادامه داشت، جنرال همیلتون میگفت چای دیگر را در استانبول خاط نوشیدیم، یعنی از پیروز شدن خود مطمئن بود. اما تو میفهمی که چی باعث متوقف شدن او شد قدرت؟ فقط یک دگرمن اردو، دگرمن سعید. او قدر بالای خود اعتماد داشت و انقدر تلاش کرد که اردوی همیلتون شکست داد و اونا رو مجبور ساخت که عقب نشینی کنن. انگلیس ها یک گپ فراموش کرده بودن قدرت، اس وطن پرستی که ملت ما با کشور خود داره. تو هنوزم به می خیالات غرق هستی جنرال صبری، اما ای وقتش نیست. جنرال انگلیس همیلتون هم همه قسم فکر کرده بود قدرت، تا وقتی که کشتی اونا دابهای سرد چناقله غرق نشده بود. اگر تو به ایرای خود ادامه بدی، یک روز خواهد رسید که دگرمن سعید پیدا خواهد شد و تو را مثل انگلیس ها شکست خواهد داد جنرال قدرت. تاریخ شما نه، ما نوشته میکنیم جنرال صبری. ما ایلی جان خواهر هیچ نترس. اگه مرا چیزی شوه نه خیر، هیچ گپ نمیشه الیف. اگه قرار باشه یکی ما زنده بانیم طفل ما انتخاب کنیم. شما از او عملیات و سالم بیرون خواهد شدین. برام وعده بدین که اگه از بین ما هر دو یکی ما زنده بانیم طفل ما انتخاب کنیم. الیف فلیز وعده بدین. باز شما از طفل مواظبت کنین. لطفا فلیز وعده بدین. نمیفهمم اینا در اینجا چی میکنن. فلیز لطفاً برام وعده بده که از طفل مواظبت میکنین. لطفاً خواهش میکنم زهلا. آرام باش سنم، آرام باش، نفس عمیق بگی، آرام باش. دنیز نباید دیگه امرای او دختر رو بر رو شبه. من نباید با دنیز چیزی بگویم، فهمیدی؟ دنیز جواب بده، جواب بده. تا به امروز هیچ قسم یک چیز نکده بود. بیازو همیشه آرام و بی‌شیمه بود، با تنهایی جای رفتن نمیتونست. تو یک بار اینجا بیا، تو را میگم. بفرمایین.
او خانمه که هیچ کس کوی نداشت و همیشه از شیشه طرف بیرون میدید. ها یادم آمد. تو او را ندیدی؟ نه خیر ندیدم. چی شده؟ آمر صاحب بعض آدم او خانم دیدن که در یک موتر بالا شده. اونا گفتن که یک شخص دریشی پوشم هم راش بود. عکس او خانم با امنیت روان کنین. واضح است که کسی او را اختطاف کرده. پلیس ها در تعقیبت هستن. امیال از او خانم خدا نجات بده. خدا جزایش بده. بیازو واضح بود که همین قسم یک کار میشه. گروه خون شما چی است؟ بیاره چه منفی. مریض ما به خون ضرورت داره. زود در بخش معلومات برین اعلان بتین. گروه خون بیاره چه مثبت باشه. درست است ابدا سهیلا. آی چقدر بار زنگ زدم چرا جواب ندادی؟ چرا قوار خطا شدی؟ کاملا عرق کردی دختر. وقتی زنگ زده بودی تلفنم در لرزه بود نشنیدم. چرا زنگ زده بودی؟ دکتر باید بگه عملیات عاجل داخل میرفت. ما هم خواستم بگویم که یک روز دیگه وقت ملاقات میگیریم. حالا بیا که بریم. سنم چرا عجله داری؟ دینیز تو خود میفهمی که من یک قسم در شفاخانه بودن نمیتونم دلم تنگ میشه. حالا بیا که بریم. یک مریض ما در عملیات خانه است. به گروه خون BRH مثبت ضرورت دارم. هر کس که میخواد خون بده ازشان خواهش میکنم به بخش عاجل بیایم. این گروپ خونم است. خب خوبه چی دیگه سنم؟ گروپ خونه تو هیچ قسم است. هر کسی که به خون نیاز داشته باشه برش میدی. اگه همگی مثل تو فکر کنه هیچ کسی به کسی کمک نخواد کرد. فقط 15 دقیقه وقت در بر میگیره. درست است نیست. درست است. باید یک کار ثواب انجام بدیم اما تو نیست. مرکز خونی طرف است. انشالله کسی پیدا خواهد شد. انشالله. فلیس بردام زنگ بزنیم. او دوستای پلیس زیادی داره. تمامش اینجا خاط آورد. اما این قسم مدبار طفل خبر خواهد شد سهیلا. این وضعیت دیگه کاری کردن هم میتونیم. من برای زنگ میزنم. میشه بگوین که تلفن شما در کجاست خانم؟ درست است من رفتم. شما یک بار دیگه اعلان کنین خواهش میکنم. یک مریض ما در عملیات خانه است. به گروه خون BRH مثبت ضرورت داریم. هر کس که میخواد خون بده ازشان خواهش میکنم به بخش عاجل بیایم. خدایا لطفاً همراه ما کمک کن. پس شو اثر را پس شو. تو چی میکنی ها؟ خونریزیشو توقف داده نمیتونه. نبض مریض یک شده میره. ما دیگه کاری کردن نمیتونیم. من همراه دوستاش گپ میزنم. اما یک دوست پلیس داریم. او حال اینجا خاط آمد. ما وقت نداره منتظر باشیم. نه خیر. باید یکی از اونا رو انتخاب کنین. نه خیر. نه خیر. اما این کار نمیکنم. این تصمیم گرفتن نمیتونم. کمی عجله کردم میتونین آقا. من بسیار کار عاجل دارم. کدام اقاربی نداره که تصمیم بگیره؟ فقط ما هستیم. پس باید یکی از اونا رو انتخاب کنین. اما عجله کنین. مادر نجات بتیم یا طفله. مادر نجات بده. دوستا من میرم که غذا بخورم.
بفرمایین مدیریت امنیت. سلام بیادر، میخوایم همراه آمر اردام گپ بزنم. آمر اردام هم این لحظه بیرون شد. ما عاجل به خون ضرورت داریم بیادر. یک دوست ما در عملیات خانه است. لطفاً همراه ما کمک کنین. درست است، یک کاری میکنیم. روزتان خوش. من میخواستم خون بدم. بیبی شاید پیش از تو کدام کسی خون داده باشه. نه خیر، هنوز کسی خون نداده. گروپ خون شما چی است؟ بیاره چه مثبت. دیدی که هیچ کس هنوز خون نداده؟ این تذکریم است. اینجا بخوابین آقا. کی به خون ضرورت داره؟ یک مادره که میخواید طفل خودم به دنیا بیاره خون ریزی پیدا کرده آقای محترم. این قسم است. دیدی امکان داره ما زندگی طفلش نجات بدیم. شاید زندگی طفل و احمق نجات بدی، اما تو نیست. کدام چیزی گفتی؟ نه خیر، چیزی نگفتم. فیلیس، همراه اردام گپ زدن نتونستم، اما از مرکز پلیس یک چند نفر خواهد آمدن. چی شده؟ فیلیس، با این کارایت مرا نترسان، لطفا یک چیز بگو. چی شده؟ ما الیفا انتخاب کردم سهیلا. خواستم اون نجات پیدا کنم. خدا جزایتان بده. یک موتور مشکوک در جاده جمهوریت به طرف پست شما در حرکت است. انشالله که طفلک نجات پیدا کنه. پیدا شد فیلیس. چو باش دهنت بسته کن. یک بار میپرسیم که دکتر از عملیات برآمده یا نه؟ عملیات از اینقدر به زودی بیرون نمیشه دیگه. از او خاطر ما میگم باید بریم فردا وقت ملاقات بگیریم. میبخشین. بفرمایین. دکتر پنار در عملیات خانه بود، بیرون نشدن. هنوز بیرون نشده، اما اگه یک دقیقه صبر کنین بیرون میشه.
اینا آزمایش حاملگی انجام داده بودن. نتیجه میتونیم اگه دکتر اجازه نده به شما نتیجه رو داده نتیجه نمیتونم. خوب مربوط ما میشه خانم. متاسف هستم، قانون ما همی است. درست است، پس ما منتظر میباشیم. شما گفتین که چند دقیقه بعد دکتر بیرون میشه. نتیجه رو میگیریم باز میریم. آی چی ضرورت است که بیبی من خودم وقت ملاقات میگیرم. با اومدن تو هم نیاز نیست، من خودم تنها میایم. درست است، ما بیا کال بریم دیگه. سنم گپ کلان نساز. بیا که بریم کافی بنوش، اونجا بیشی وقتی دکتر بیرون شد باز میریم. تو شنیدی؟ بله، صدای طفل است. خدایا 1000 بار شکرت. عامر صاحب، با شما یک دختر به نام سهیلا زنگ زده بود. چی گفت؟ به خاطر یک دوست خود به خون ضرورت داشت. من یک چند نفر را روان کردم اما ضرورت نشد. خون پیدا کرده بودن. در کدام شفاخانه هستن؟ در شفاخانه نوبهار. درست است، من میرم. یک بار این طرف ببی. بفرمایین آقا. این خبر چه وقت آمد؟ از شفاخانه اختطاف شده. شما بیرون بودید که این خبر آمد. خانم ایجا ها ای وضعیت تا بیبی. حال دیگه در این خانه تو فقط من حیث مادر دخترم خواد ماندی. من امرای جاله عروسی میکنم، چون که من هیچ وقت تو را دوست نداشتم. هیچ وقت. به خاطر پدرت که جنرال بود، به خاطر آینده خودم، به خاطر یمه چیزا امرای تو عروسی کردم. اما تا امینجا بود خانم ایجا، تا امینجا. امرا یک شخص مثل ما یا خانم قوی مثل جاله میسیبه اما تو نیست؟ بله جنرال صاحب، یک گپ مهم باید براتان بگویم. درباره خانم رانو. یک دقیقه. با مجرد که موتر را دیدین سرش فایر کنه. با چشم صاحب.
وقتی که فایر نکردیم هیچ کسی فایر نکنه. پایین شو. در این موتر دیگه کس نیست عمر صاحب. این وضعیت ما را ببین، آبم سر ما قطع شده. او خدا. آگ لعنتی. توف. وای از دستی بیابی هم خسته شدیم. حالا چه قسمون از داخل چا بکشم. توف. ها مادرش چطور است؟ خوب است؟ تشویش نکنین، او خوب است. آن را بیرون میارن. خداوند از نظر بد نگاهش کنه. فلیس ای بسیار مقبول است. نه قسم نمیشه. حالا چطور کنم؟ باش من خودم پایین میشم. باش ببینم. آفرین یالماس، تو میتونی. آفرین. اوف این چقدر بوی بد است. این بوی چی بودم میتونه لعنتی. خوب است که از یاب بخوردن استفاده نکردیم. اوف این چه قسم یک بوی بد است. توبه خدا جزایتان بده. اوف 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 خدا. حالا یالماس، حالا تو میتونی. خدا نجاتم بده. چی وضعیت است؟ خدایا کمک. الله کمک. الله خدایا کمک. کمود بفتم. توبه خدایا. خدایا توبه کردیم. توبه کردیم. چی میکنی یالماس؟ بچه ها اینجا بباشیم. ما با شما چند بار گفتم که اینجا فوتبال بازی نکنین. ها چند بار براتون گفتم برین از اینجا گم شوین. عثمان بچه‌م اینجا بیا. بریم در داخل چا سطل رفتی. بریم بکشیمش بچه‌م. هر دیشان خوب است نمتو نیست؟ تشویش نکنین، اما او کسی که خون داد اما زندگی طفلش نجات داد. بازم شفا باشه. زنده باشین. ما خسیر آمدیم اما فکر میکنم که راه اشتباه کردیم. باید از ایران میرفتیم اما تو نیست. اینها رو ببین چقدر شیرین هستن. تمامشان نو تولد شدن. انشالله زیر سایه پدر مادر کلان شوند. آمین. ها عثمان محکم بستید کردیم. هیچ نترس. درست است؟ من میترسم اگر اسمان کنده شما باز. نه ترس چیزی نمیشه. ببین چقدر محکم بسته کردیم. اگه 10 نفر دیگران با ریسمان بسته کنم بازم کنده نمیشه. حالا دیگه بسم الله بچیم. حالا بریم. حالا بچیم محکم بگی. آفرین شیر ما. محکم بگی. تو امرای بچه من چی میکنی؟ چیزی نمیکنم. چی میکنم؟ سهیلا با دیدن طفل بریم.
بله. دگیر پلیس بتمد اگه با وقت نمیرسیدم بچه مده چه توبه بدختی توبه ای قصر ما چیغ نزن من خوی قلوده نیستم اگه من میخواستم با بچه ضرر برسانم بازور در چایخانه خود منداختم. ها عثمان گپ بزن برش بگو که سطح لفتیدن میخواستیم او را از چا بکشیم. بلیاز خدا ایفی قندولک بچه توست واقعا بچه توست ببین چقدر شیرین است. نه خیر، ما خانواده طفل نیستیم، فقط هم تو میدیدمش. اما کاملا چیرش به شما میمانه. نه جانه میگم دیگه از کجا شد؟ ای دیوانه شده، بیا که بریم. قدرت یک بار مزیشه بچش. البته آقا. به خاطر خوشمزه بودن گوشت قانون اول چی است؟ توی را میفهمی؟ خب او چی است؟ به خاطر درست پخته کردن گوشت پیش از پخته شدن باید گوشت به شکل درست اخته کنیم. اگر گوشت تازه و گرم پخته کنی باز گوشت سخت میشه و مزه نمیده. اما اگر صبر نشان بدی و گوشت خوب اخته کنی باز او وقت گوشت قسم خوشمزه میشه. گوشت ما هم زیاد وقت اخته شده و حال به وقت رسیده که اگر پخته شوه. در 6 ماه گذشته پروژه ما بسیار پیشرفت کرده. آقا ما امرای او روبرو ملاقات نکردیم اما کارایش تعقیب میکنم. به خاطر صمیمیت و کارای خوبه که انجام میده از امیال در بین ملت محبوبیت پیدا کرده. حتی در بین مردم بعضی ها او را به نام نجات دهنده صدا میکنن. به خاطر خوشمزه آمدن ای گوشت باید از تو هم نظر بگیرم. همتون جنرال صاحب قدرت. خواهش میکنم. بسیار زیاد تشکر جناب. حال وقتش آمده که گوشت آتش سرخ شوه. وقت آتش زدن رسیده جنرال. در اولین فرصت به دست آمده باید گوشت و آتش با هم یک جا بسازیم. دوستای ما درباره زمان و مکان ضروری با شما معلومات خواهد دادن. حال دیگه وقتش رسیده که این کشور دوباره به روزای سابقش برگردانیم جنرال قدرت. دستتون درد نکنه. تو خود دیدی من پلیس ها را میخوایم حالا خواهد آمده. وای خدا یک همی پلیس کم بوده. برو بخوایشان. پلیس بخوای، امنیت بخوای، انترپول بخوای، اف بی آی بخوای، هر قسم پلیسی که میشناسی بخوای. ولی از خدایی چی کار است؟ چه باش؟ وای تو چه قسم یک شیشک هستی؟ تو چه قسم یک مصیبت هستی؟ ما چه رقم گرفتار تو شدم؟ ولی از خدا معذرت میخوایم شما را منتظر ماندم. یک تولد عاجل پیش آمده بود، مجبور شدم او را عملیات کنم. مهم نیست، خداوند نیک و سال بزرگش کنه انشالله. آمین انشالله. حالا به نتایج آزمایشات شما میایم. در اصل به نتیجه نیاز نیست. یعنی ما میفهمم که حامل هستم اما فکر میکنم اگه این گپا از دهن شما بشنوم باز خوبتر میشه. به این خاطر آمده. کاش که میتونستم به شما این خبر خوش بدم. متاسفانه این بار نتایج آزمایش شما منفی است. عاملا نیستین. اما ما زیاد امیدوار بودم. سنم ما کار کردن نمیتونیم. ما خیره قبلا هم میفهمیدیم دنیا خب آخر نرسیده. شاید به تو مهم نباشه اما برای من بسیار مهم از گپ فهمیدی؟ میبخشین. کدام گپ نیست. این القای مصنوی بسیار اگرای سخت است. سهیلا نو خبر شدم کی عملیات شده. شفا باشه. ها یک دوسته
با همتون ما. حال خوب است؟ خوب است، بسیار خوب است. دخترها دوستتان به هوش آمد. ما او را میبینم. تو هم امرای اردام گپ بزن. فلیس جانم، طفلم خوب است نه؟ خوب است، کاملا خوب است، بسیار مقبول است. واقعا؟ بله. آی جانم بسیار شیرین است، بسیار قندول است. بسیار وقت میشد همدیگر را ندیدیم. بله همه قسم است. سنم منتظر باش. سنم سلام بیادر. سلام. شما اینجا چی میکنین اردام؟ خوش آمدین آقا. مهمانتان آمده، منتظر شما است. داخل بخواینش. بچه شما آقا. خوش آمدین. پشت دق شده بودم، منتظرت بودم. بازم خوش آمدین. با تو چی؟ شاید کار شخصی داشته باشن. ما میخوایم که هر چی زودتر از اینجا برم. سنم تو مداخله نکن. اردام شما اینجا چی کار دارین؟ ایلیفه چیزی شده؟ ایلیفه کدام چیزی شده همون تو نیست؟ از همون خاطر تو اینقدر عجله داشتی؟ ایلیف ده کجاست؟ نه خیر، ایلیف چیزی نشده. به خاطر یک دوست دانشگاهی ما اینجا آمدیم. او به خون ضرورت داشت به اردامم، از همین خاطر زنگ زدم. سهیلا دروغ نگو. ایلیفه کدام چیزی شده نه؟ مشکل تو چی است؟ میگن که او را چیزی نشده، بیادی نیست که بریم دکه. تو چی میکنی ها؟ دنیز دنیز؟ تو اینجا چی کار داری؟ فلیس، ایلیفه چیزی شده؟ ایلیفه چی؟ نباید ایلیفه ببینم. دنیز؟ چطور هستی؟ کدام مشکل خو نداری؟ نه خیر، زنده باشی. تشکر. درست است، اگر کدام گپ شد باز خبر بده، ما همینجا هستیم. اینا کی بودن؟ به نظر ما تا قشت واکده بودن. ما فکر کردم که چی فکر کردی؟ ایلیف اینجا نیست. ما به خاطر یک دوست دیگه خود اینجا آمدیم. هیچ باور کردن نمیتونم. من اینجا دقمه چی هستم و تو در فکر چی هستی؟ بیا که از اینجا بریم دینیز. یا
آقای کوچک به دیدن مادرش آمده. به ما بتش بیا زو، من داخل میرفتم. تو طرف من خنده کردی؟ چقدر شیرین هستی. ماشاءالله. خداوند سایه پدر و مادر در سرت کم نکنه. آمین. دینیز حالا بیا که بریم لطفا. مقبولک. بره. بسیار زیاد تشکر اردام، تو همینجا به زحمت شدی. حالا دیگر رفتم میتونی. تشکر. خواهش میکنم اگر به چیزی ضرورت داشتی باز برام زنگ درست بزن. است، حتما زنگ میزنم. به امید دیدار. خداحافظ. خوب شد که اتاق یک نفر گرفته بودیم، اگر نه همه چیز از بین میرفت. خدا را شکر ای بارم نجات پیدا کردیم. سهیلا به الیف چیزی نگویی، درست است؟ درست است. بچه خوش آمدی بچه. تو بالاخره به بچه‌ت رسیدی. خدا کنه هیچ وقت از هم جدا نشیم. آمین. خدا کنه تقدیر بچه مثل مادرش نباشه. الیف قسم نگو دیگه. اما همه قسم است. بیبی ما صاحب اولاد شدم. بچه ما پیدا شد. اما ببینین هیچ کسه همراهیم نیست، نه مادرم نه پدرم، ولی همراهت هستیم. ما هم پدر هم مادر هم مادر کلان هم پدر کلان همه چیزی هستیم. ما همیشه همراهی می باشیم. تو خود دیدی الیف. آهی بسیار شیرین است فیلیس. ای بچه را نظر خواد کردی سهیلا؟
نظر خاله سرش اثر نمیکنه جانم. در ضمن من اینو زیاد دوست دارم. بسیار شیرین است. ببینین خنده میکنه. از نظر ما این کار کم با مشکل روبرو شدم. اگر ما قسم که ما میخوایم تو کارهای خود انجام بدیم، باز بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد. باید دقیق باشیم، اما هر کاری که میکنی در این وقتا متوجه حرکات خود باش. شما تشویش نکنید. در سر برف را میرم، اما چاپ پای خود نمیمانم انشالله. راستش نمیگه، پایت مرا خوشم نمیاد. در اخیر هر جمله خود انشالله میگی. کم مونده مرام با این گپایت قانع بسازی. ماشالله. تأثیر محیط است. شما خوب میفهمین در اونجا هر جمله ما با ماشالله و انشالله خلاص میشه. با خاطر برقرار کردن روابط با مردم باید از لهجه و سخن نرم کار بگیریم، اما درباره حقیقت ما هیچ کسی خبر نخواهد شد. تشویش نکنین. تو همه قسم به کارهای خود ادامه بده. مردم تو را تاج سر خود خواهد ساختن. اشخاص ام نظر ما از تو بسیار زیاد نفرت خواهد داشتن. ما به می کارهایی که قلب مردم توسط او به دست بیاریم ادامه میتیم. اشخاص هم نظرش ما باید از من نفرت کنن. ای گپ محبوبیت مرا در بین مردم بیشتر میسازه. هر قدر که از من متنفر شون، همه قدر مشهور میشم. موضوع واضح است. هر قدر مردم ناحق از تو نفرت داشته باشه، کامیابی از آن تو می باشه. بعد از این باید با تو کارهای بزرگتر آماده بسازیم. شما هم یک جنگ بسیار بزرگ برا بندازیم. در فیلم هم تا که بچه فیلم در یک جنگ مشهور نشه، تا او وقت تو هیچ کسی نمیشناسم قسم نیست. راست میگی. فکرت هنوز اونجاست نه؟ هر کاری که کنم باز مرا رها کردم اونجا میری. 6 ماه میشه حتی ما یک بارم الیف ندیدیم. پس در شفاخانه چرا ورخطا شده بودی ها؟ سنم ایلیف خانم سابقم است. این حقیقت تغییر دادن نمیتونیم. فقط حس انسانیت بود بس. خب تو چرا در شفاخانه ورخطا شده بودی؟ من خب برات گفتم نی؟ بدترین روزای زندگی خود در شفاخانه سپری کردیم. بعد از حادثه در شفاخانه زیاد کابوس و خوابایی بد دیدیم. از او خاطر تحمل کردن نمیتونم. تو هم دیگه سرم قدر فشار نیار. ولی از خدا باز شروع نکو. موضوع چی از خانم که قدر با عجله ما را اینجا خواستین؟ یادم کوشش میکرد بچه ما از بین ببرم. عامر صاحب شما گپی زن دیوانه را جدی نگیرین. اینجا سطر مفتیده بود، میخواستم اون را از جا بکشم. خواستم از این طفل کمک بگیرم. بیاز همسایه‌ها میگفتن عامر صاحب که از این آدم باید بترسیم. شاید بچهای ما را از بین برده تمامشان در چا انداخته باشه. یک بار ببینین که در چا چی است. شما در این باره چی گفتنی دارین؟ والا عامر صاحب من خب با شما گفتم آب نل قطع شده، اما خواستم که از چا کمی آب بگیرم. سطل پایین کردم، اما سطل از ریسمان خطا خورده پایین افتید. هر قدر کوشش کردم نتونستم بکشمش. باز از همین خاطر خواستم از این طفلک کمک بگیرم. هی عثمان بگو برشون بچه بگو. عامر صاحب در چنگک یک چیز بند شد. راست میگه عامر صاحب، این خود سطل است. ها دیدی عامر صاحب، من مرد محترمی هستم، هیچ وقت به یک پلیس دروغ نمیگم، باور کو. گپ بزن عثمان، همه قسم نبود؟ بله مرا به خاطر بیرون کردن سطل اینجا خواسته بود. نه بالاخره سر گپ آمد. زبانت که مثل بلبل واریس، اما چرا چوب بودی؟ خدا را شکر که سر گپ آمدی. زندگی چقدر عجیب است. خوشی و غم یک جا تجربه میکنیم. امروز صبح خبر اعدام پدرم شنیدم و بعدشان بچه‌ام پیدا شد. ای قسم نگو دیگه الیف. خدا پریشان نساز. اما بعد است خودم نیست. مادرم از دست دادم، حالم پدرم. گپای کاکا نجاتی رو نشنیدی؟ اگر لازم باشه به محکمه حقوق بشر مراجعه میکنیم. اجازه نمیدیم که کاکا ابراهیم چیز شوه. او باید نوازی خدا ببینه، باید این از دستش گرفته به مکتب ببره.
انشالله انشالله. های دستکاش بیبی. خوش آمدین. خوش باشین. خوش آمدین. خوش باشین. کمه با هم گپ زدن میتونیم؟ البته که گپ میزنیم نه اینجا نمیشه، بیا کو طرف بریم. خوش آمدین. خوش باشین. خوش آمدید جنرال. خوش باشین جنرال صاحب. چطور هستین؟ زنده باشین. بفرمایین. چی شده سنم؟ خیریت است؟ دیروز ایلیفا در شفاخانه دیدم. ما پیش از دینیز به شفاخانه رفته بودم، اونجا منتظر بودم. یک بار دیدم که ایلیفا دوستاش اونجا آمدن. فکر که به خاطر چی آمده بودن؟ چرا آمده بودن؟ به خاطر ولادت. چی؟ ولادت؟ چطور؟ دینیز ایلیفا دید چطور؟ نه خیر ندید. ما بسیار کوشش کردم که را نبینم. حتی خواستم پیش از دیدن نتیجه معاینات خود از شفاخانه برم. کمانده بود که را ببینم، بسیار به سختی مانع شدم. شنوی مادر، بعد از یه دینیز و ایلیف نباید با هم مقابل شون اصلا. ارگز اگه دینیز خبر شود که از ایلیف اولاد داره، دی باره حتی نمیخوایم فکر کنم. او وقت باز روزای بعد ما دوباره شروع میشه. این خانم میشناسی؟ نه خیر نمیشناسم. اما وقت فرار میکردی پلیس های خانم در موتر دیدن. اگه این قسمی بود باز شما هم میدیدین. پس معلوم بشه این خانم در کدام جایی از موترت پایین. نه خیر ما این خانم هیچ ندیدیم. جای او خانم برم بگو که تو را از اینجا آزاد کنم. گپ بزن احمق، گپ بزن. بخیس در جنگل پایینش کدم. ای را رها کنن، چیز را نمیفهمم. خب چرا چیزی نمیگین؟ سنجر جان اولاداره وار خطا نساز. چرا جانم؟ یعنی باید هر چی زودتر مژده به ما بتن. ای خو گپ نیست که پنهان کنن. کدام مژده؟ میگه کدام طفل درست. با اجازهتان. چی شدم؟ ما خو اصلا نفهمیدم. جنرال صاحب، امروز با دکتر ملاقات کردیم. تداوی القای مصنوی بازم نتیجه نداد. بچیم تشویش نکنین، هنوز بسیار جوان هستین. البته که طفل دار میشین. البته جانم، هیچ ناامید نشین. شما هم دیگر را دوست دارین. دیگه گپا را بانن بچیم.
دنیس پیش یک دکتر دیگه برین، حتما کدام راه حل داره. سنجر تو مداخله نکن. با اجازه تان. تو هم دگه پای ما دخالت نکو. من پیش سنم میرم پس میام. یک بار پیشش برو. بفرمایین. زنده باشین. چی شده؟ او آدم گپ زد ها؟ جنرال صاحب ما ازش گپ گرفتم. خب بگو که او چی گفت؟ خواهرتان با جنگل نزدیک منطقه جمهوریت بردن. با جنگل نزدیک منطقه جمهوریت؟ خب یعنی او مرده؟ فهمیدم. گوش کن، هر کار که میکنی برو رنا را پیدا کن، زنده یا مرده اما پیدایش کن.